خب سلام خدمت دوستان عزیز. ایران خودرو برای موتورهای EF7 جدید یعنی EF7 پلاس اومده یه سیستم خنک کننده جدید رو طراحی کرده تا بعضی از باگ هایی رو که در سیستم خنککاری EF7 بوده رو برطرف کنه. برای همین سیستم خنککاریش رو با هواگیری اتومات قرار داد. موتوری که میبینید EF7 دوگانه مدل 96 هست با بوش 749. من از اونجا یه الگو گرفتم و سیستم خنککاریش رو مثل اون کردم و الان حدود 2 هفته دارم استفاده میکنم. فعلا مشکلی نیست، حالا تا ببینید تا 2-3 ماه چجوری هست. همینطور که شما مشاهده میکنید از این منبع انبساط و بعد اینجا که میبینید رادیاتور دنا اتومات استفاده کردم. خب شیوه کارش اینجوری هستش که این شرنگو که میبینید از یه شرنگ استخوانی هستش و عبور میکنه میاد جای پیچ هواگیری هوزینگ ترموستات. اینجا اگر مشاهده بکنید من اینجا جای اون رو گرفتم، یه سوکت برنجی قلاویز کردم، بعد با سوکت بنزین مثل سوکت بنزینه دیگه بستمش. البته این بستی که اینجا میبینید نیازی نبوده، با اطمینان این کار کردن. یه باید حالت خودش گرمش میکنید و داخل سوکت میکنید محکم میشه. دنا یه شیر تخلیه دار، شیری هست، حالا تخلیه نه، یه شیری هستش که میره داخل اینجا مشاهده نمیشه دقیقا، میره داخل گیربکس اتومات. اون کار خنککاری گیربکس هم انجام میده که رو رادیاتور هستش. من اونو کورش کردم و کار هواگیری رو الان دیگه به صورت اتومات انجام میده. یه مشاهده میکنید اینجا هم یه سرایی گذاشتم که این شیلنگو که میبینید داخل رگولاتور گاز میشه و مشکل خاصی نیست، ولی سرای باید بینش بزنید. منبع انبساطم و منبع انبساط یا دنا پلاس اگه گیرتون اومد یا نه. اگر همین